الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های عظامی، بیننده های عزیز و گرامی و فرزانه این برنامه الهی و ربانی، یعنی سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی، امیدوارم همه ایتان به خیر و سلامت بوده باشید. از توفیقات الهی که رفیق حالمان گردید تا در محضر شما عزیزان گرامی حضور یابم از خدا سپاسگزار هستم. عزیزا، ما باز هم باقی میمانیم در بحث مطالعه انسان و یا شناخت انسان در جهانبینی اسلامی، به عبارت دیگر تئوری سلامت انسان. ما در تئوری سلامت انسان گفتیم چگونه انسان به تعهد میرسه. برای هر عمل علم کار است. تعهد عمل است. تعهد در منصی عمل نیاز است. پس رسیدن به تعهد برای خود تئوری کار داره، نظر کار داره، شناخت کار داره. گفتیم انسان باید شناخته شود به غرض راهیابی و دریافت تعهد. انسان دارای نظام باطنی است، نظامی که قابل دید نیست، ولی انسان را به خوبی و بدی میکشانه. ما در 2 جلسه گذشته در مورد 2 عامل که در وجود انسان مؤثر است، عمل میکنه، عمل خیر و شر، صحبت های داشتیم. عامل خیر روح انسان که مربوط به عالم قدس، مربوط به عالم نیکی هاست، انسان را به سوی خوبی ها میکشاند. در کنار از اینکه سبب حیات انسان شده، به خوبی ها و نیکی ها و ارزش ها و طیبات، آنچه که به عنوان طیبات و خوبی ها و صالحات میشناسیم، انسان را میکشانه و گرایش داره. برعکس قطب متضاد، این قطب خیر عبارت از نفس است، یعنی عامل شر. انسان را به سوی همه بدی ها میکشانه. همه آن چیزی که از بدکنشتی ها و بدفطرتی های عنعنوی و اجتماعی میشناسیم، انسان را نفس میکشانه. این 2 عامل هر دو با خود یک تا همکار معاون داره، محرک داره. محرک یعنی تحریک کننده، تشویق دهنده، که انسان را به سوی بدی ها و خوبی ها تشویق میکنه. همکار روح ملک است، مشاور خیر، مشوره دهنده خیر. همکار نفس شیطان خبیث و ملعون و رانده شده است. در هر امری که ما مواجه میشیم، چی خیر باشه و چی شر، چی خوب باشه چی بد، این 2 مشاور، یعنی مشاور خیر ملک، محرک خیر ملک، محرک شر و مشاور شر یعنی شیطان، با ما درگیر میشن. با ما الهامات و وساوس پیش میشن. آنچه که با عنوان مشوره های خیر از سوی ملک به ما میرسه و در قلب ما گذاشته میشه، جهت انجام اون کار خیر، هر کار خیری که بوده باشه، اون را به نام الهامات ملکی یاد میشه. و آنچه که به نام وساوس و تلبیسات شیطانی یاد میشه که ما را مانع کار خیر و سبب انجام شر میشه، اون به نام وساوس شیطانی یا تلبیسات شیطانی یاد میشه. و این ثابت است، در احادیث هم آمده، در آیه های قرآنی متعدد از ملک و شیطان یادآوری شده. حتی رسول علیه السلام در حدیث
که جمعی از اصحاب نشستن میگن هیچ یک شما نیستین مگر با او قرینی هست، قرینی از ملائکه و قرینی از جن یعنی شیطان. حتی صحابه پرسیدن گفت آیا بر جناب رسالت مآب یعنی بر جناب شما هم این چنین قضیه هست؟ گفت بله، شیطانی که با ما است مرا دستور نمیده مگر به خیر یا به حق یا تسلیم شده. خدا مرا معاونت کرده، خدا کمکم کرده است. شیطانی که با ما است مرا دستور نمیده مگر به کارهای خیر. پس هیچ لحظه ای نیست مگر ای که با ما دو محرک است. وقتی با یک نامحرم روبرو میشیم، با یک نامحرم، زن نامحرم است یا مرد نامحرم، ببینیم که در قلب ما ایجاد الهام و وسوسه شد. یک تا پیام میه نبین این نامحرم است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. دستور است به مردهای مؤمنین که چشمان خود فرو بریزن وقتی به نامحرم ها نظر رسید. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. دستور است به زنهای مؤمن که چشمان خود پایین بندازن. اینجا دستور میه، مشوره میه که ملک میگه پایین بنداز، فرو بریز نظرت از نظر کردن به این نامحرم، خودداری کن. ولی صحبت دیگر هنوز دقیقی نگذشته، هنوز چند ثانیه ها نگذشته که بیا نه خیر است، ببین مشکل نداره، اشکالی نیست، تو دور استی، فقط یک دیدن است، یک نظر کردن است. ببینی که وسوسه شیطان. یا ما میخوایم که به کسی صدقه بدیم، گدایی را دیدیم کسی سوال کرد، و یا ما کسی را، شخصی را دیدیم که ایجاب میکرد که او را باید همکاری کنیم، به ما سوال پیدا میشه، در دل ما صحبت پیدا میشه، بدون از اینکه تون و صدای این صحبت را بشنویم ولی احساس میکنیم که در دل ما گپایی است. مشوره میه بیتی اون یک افغانی، یک ریال، یک تومان را به این شخص بدیم، فقیر است، و اما السائل فلا تنهر. ولی صحبت دیگر میه که نه خیر، اینها اشخاص حرفوی هستند، اینها هر روز استادن آقا فردا به اون خیش و قوم و اقاربی که فقیرن و اونها بتین. ببینید وسوسه شیطانی. یا وقت نماز است، ما میخوایم نماز را ادا بکنیم و الهامات ملکی میرسه که فوراً بلند شو، وضو کن و به جماعت وصل شو، به جماعت نماز. شیطان اگر انسان بسیار بیدین باشه میگه نه خیر، نخوان، باز پیر شدی، باز کهنسال شدی، بسیار توبه میکنی، عمره ها و حج ها برو، باز اونجا جای توبه و استغفار و طلب و پوزش از خدا میبخشید. اگر کمی نسبتا متدین، نسبتا آدم خوب، نسبتا آدم بد بوده، برای باز چل و خدعه و فریب میکنه. یک 10 دقیقه فرصت است، 15 دقیقه فرصت است، نیم ساعت فرصت است، هنوز فرصت است، بگذارین، باز میخوانین، اینجا اونجا جماعت بشین، اینجا میکنین، بالاخره تا انسان ده بتانه به یک چل و فریب و نیرنگی از کار خیر باز دارد. و همچنان مواردی دیگر، بسیار موارد است که ما اونجا میتونیم که وسوسه شیطان و الهام ملک را درک بکنیم. بنان این نمونه ها و مثال ها را به این خاطر با خدمت شما ارائه کردیم و شریک ساختیم که درک بکنیم که با ما دو محرک است. محل الهامات ملکی و وساوس شیطانی هم دل انسان و قلب انسان است. جالب است، این عضویت بسیار مهم است. مجموعه از خواستهای روحی و نفسی از این قلب زبانه میکشه، مجموعی از الهامات ملکی و وساوس شیطانی هم در قلب ریخته میشه. این قلب عضویت بسیار مهم بوده، رئیس ملت وجود انسان، قاضی ملت وجود انسان، حاکم وجود انسان که حکم میرانه به سر تمام اعضا و پیکر. حتی عقل بدون فیصله
قلب کاری کرده نمیداند. طرح و سنجش کار عقل است، لکن تصمیم آخری و فیصله آخری، قضاوت آخری از قلب است. بناهن عزیزای گرامی، شیطان بسیار موجود خبیث است. برای هر شخص، چی مرد است و چی زن، چی جوان است چی پیر، به اشکال مختلف وساوس پیش میکنه. مثلا برای جوانها اعم از ذکور و نسوان، چی پسران است چی دختران. برای از اینها چون پدیده به نام شهوت در وجودشان زنده است، همیشه همین ده برایشان انلارج میکنه و پیشنهاد میکنه. اگر جای تصویر غلط و عریان هم دیده، همیشه به یادش میاره تا تحریک جنسی و شهوانی شود. اگر فیلمی رو دیده، اگر صحبتی رو شنیده، بالاخره همیشه کوشش داره و تلاش داره که انسان ده مصروف مسائل شهوانی بگردانه. و همچنین برای مردهایی که میانه سال هستن یا کهن سال هستن، برای از اینا دیگه چون پدیدش به نام شهوت در وجودشان زنده نیست، مسائل دیگری از قبیل غیبت. یک نفر در مجلس نشسته است، داره صحبت، داره غیبت از بدیهای برادر مومن و خواهر مومنش داره تذکر داره و یادآوری میکنه. بعد بریم که آقا غیبت نه، حقیقت میگیم. ولی آنچه که حقیقت است در اون غیبت است. اگر حقیقت نباشه خب بهتان است، افترا است. ببین حتی به شمول صف مسجد که نشسته است فکرش است، صحبت دیگران را داره. و همینطور زنهای سرسفید مختلف وسوسه برشان ایجاد میشه. یعنی به این معنا که ما میخوایم بگوییم خدمت شما، شیطان برای هر کسی مطابق به علم، فهم و حالتی که اون شخص داره، مطابق به مو برش وسوسه میکنه. بالاخره به اصطلاح عام رگ خوش پیدا میکنه، اونمو رگش پچق میکنه، به اصطلاح فشار میده تا این انسان تسلیم وسوسه شود. از این خاطر عزیزا، شیطان دشمن سوگن خورده است. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزتت حتما همه ایشان را اغوا میکنم از راه بیرون، اجمعین، تمامی. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. به تحقیق راست کرد گمان خود ابلیس. تعداد زیادی از انسانها در اتباع شیطان قرار دارند، در حزب شیطان تسجیل هستند و ثبت نام کردند. از این خاطر عزیزا، شیطان دشمن سوگن خورده است. تا به دم مرگ انسان را رها نمی کنه، تا انسان در بیدین و کافر بالله و مشرک بالله نسازه دلش سرد نمیشه، دلش یخ نمیکنه. و امروز شما میفهمید 6 میلیارد کم و بیش در کره زمین انسان ها زندگی میکنه. 4 میلیارد از او، بیشتر از 4 میلیارد مطلق پیروای شیطان در حزب شیطان قرار دارند. حزبی که خدا میگه الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اینا کسایی هستند که خسران و تاوان کردن. از نظر قرآن پاک 2 حزب است، حزب الله، حزب الشیطان. و در چیزی کم 2 میلیارد کسایی که مسلمان هم از شما میبینین، اکثریت از اینها فاسق، فاجر، بیدین، کاذب، وعده خلاف، یعنی صفات نفاق دارن. دور از جایگاه بزرگ شما شود، دور از جایگاه عالی شما. اکثریتشان فاسق، فاجر، بیدین. چرا؟
علت در پشت قضیه نفس با همکاری شیطان. نفس گناه میخواه، شیطان او را پکیج میکنه، او را تنظیم میکنه، به نفس تقدیمش میکنه. و جالبش این است که به هر میزانی که انسان گناه کنه و گناه بر سر گناه، همون قدر نفس قوت میگیره، همون قدر جوان میشه، سوپر پاور میشه. به مو میزان وساوس شیطان در انسان جذب میشه. به هر میزانی که نفس قوی شد وساوس شیطان جذب میشه، الهامات ملک دفع میشه. انسان در مسیر شیطان، در مسیر نفسانیت و شهوانیت و خباثت، خودخواهی و تکبر و انانیت در حرکت میشه. بناهن شیطان را نباید دست کم گرفت. در بعضی مناسبت ها وقتی از شیطان صحبت میشه، تعداد از انسان ها و جوان ها و غیر جوان ها میخندن. میگه شیطان چیست؟ چون این جوان ها و این انسان ها میانتهی و میان خالی در حال حرکتن، در حال زندگی هن. میگه شیطان چیست؟ من خودم شیطانم و راستی کارهای شیطانی میکنم. قرآن میگه شیاطین الانس و الجن، این شیطان انسی هست، من الجنة و الناس. به او اساس عزیزان، این دشمن بزرگ مثل موریانه که در درخت، در درون درخت را میکاود تا ای که درخت از بین بره. شیطان انسان را یک لحظه، حتی در سر نماز، در سر عبادت، داخل مسجد، بیرون مسجد، خانه، اداره، هر جا انسان را مزاحمت میکنه. و همچنین ملک به عنوان مشاور خیر هم انسان امرایی میکنه، انسان را تنها نمیگذاره. در هر لحظه و هر امری از امور، چه خیر چه شر باشه، انسان را کمک میکنه، بر انسان سیگنال میرسانه، سیگنال سبز، سیگنال خیر، مشوره خیر، تا انسان به انجام خیر تشویق و در حال حرکت شود، به انجامش بده. و خدای نخواست اگر مواجه به کار شر شد، از او خودداری کنه و اون طرف پشت کنه، اعراض بکنه. و محل وساوس و الهامات قلب انسان است، درون انسان است. پس امیدوارم عزیزای گرامی که خداوند بزرگ بر ما توفیق شناخت وسوسه و الهام را لطف بفرماید. جالبی است دوستا، شیطان تنها به لباس شر نمیاد، اون کار اصلیش است که شر را به سر انسان باید انجام بده، انسان را باید وادار بسازه. اما در کنار آن، در بعضی اوقات و یا شاید اکثر اوقات، در لباس خیرخواه هم بر انسان ظاهر میشه. مثل که بر آدم علیه السلام و بیبی حوا قسم یاد کرد و سوگند یاد کرد و قاسمهما انی لکما من الناصحین، که من ناصح و خیرخواه شماستم. این شجره که شما از اون منع شدید، این شجرة الخلد است، شما زنده جاوید در این بهشت خدا باقی میمونید. این حکایت حضرت آدم علیه السلام به عنوان ابوالبشر و بیبی حوا، این درس بزرگ است عزیزا. وقتی وسوسه شیطانی یک پیغمبر را سبب شکارش میشه، آحاد مومنین، آحاد مسلمان ها باید در لرزان باشن، در کمین بوده باشن، در آمادگی بوده باشن. پس شیطان را در پرتو نصوص قرآنی و شرعی و نبوی بشناسیم و دقت بکنیم و از الله بخواهیم. همیشه با چشمان اشکبار، با دل پر از تواضع بخواهیم که خدایا توفیق شناسایی الهام ملکی و وسوسه شیطانی را لطف بفرما و بعد توفیق پذیرش الهام را در قلب ما لطف بفرما و وساوس شیطانی را از ما دفع لطف بفرما. عزیزا، وقت برنامه ما تمام است. انشاءالله ای که قلب چه جایگاه داره، چه خصوصیات داره و نقشش در سلامت و فساد انسان چیست و همچنان مغز انسان، در جلسه بعدی انشاءالله مباحثی با شما در این مورد داریم
خداوند توفیقات بیشتر برای همه ما شما لطف فرماید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.